هشتم مرد نه یگان چی پدرکه کردن جایز نیست. حتی عالما به درجه کفرش میبرن. کسی پدرکه میکنه بدونه و بو بکنه به درجه کفرش میبرن، زیرا اینکه هشتم مرد روزی آزادی زنها از حجاب شرعی هست، یعنی که روزی کافر شدن زنها است. امروز هر کسی که یک زنه که تبریک میکنه برای هشتم مرد که مبارک شود روز عیدت، معناش همین است که مبارک شود کافر شدنت، که تو در این هشتم مرد کافر شدی، در هشتم مرد حجاب شرعی را از سرت پرتافتی، در هشتم مرد تو مرتده شدی، در هشتم مرد از اسلام روی گردانیدی، در هشتم مرد از قانون الله روی گردانیدی، از هشتم مرد تو از یک موحده بودن بیرون شدی. معناش همین است هشتم مرد. برای همین خاطر در هشتم مرد هیچ کسی را نه تبریک بکنید و نه تحفه بتید هدیه و نه هیچ چیزی دیگر، یگان چیز سنتیه. زیرا اینکه از احترام اونها دا دیده احترام شرع بالاتر است، احترام ایمان ختم بالاتر هست. از اون زنها خفه شود انده او، لیکن شما ایمانتون از دست نتید. برای همین خاطر هیچگاه نه تحفه شما بکنید نه تبریک شما بکنید، هیچ چیز نی. اگر که تحفه کردنی باشه همچون یک خواهر اسلامی یک چیز، مثلا برای هشتم مرد نی، برای چیز دیگر یا وقت دیگر یک تحفهش بکنید. اما این را بگذارم که هشتم مرد نمیتونم با دهم مرد 15 مرد من کمی تحفهش برگردانم، در این صورت هم گناه هست و معصیت هست و درجه گفتم که بعضی علما به درجه کفر رساندگی است که انسان کافر می شود. زیرا اینکه اگر اصل واقعی هم بگیری همین طور هست. زیرا اینکه روزی کافر شدن زن تبریک میکنی، گویا که از زن کافر شده که تو تبریکش میکنی که مبارکت بشه کافری، یعنی که خرسندی میکنی. برای همین خاطر از این مسئله بسیار متوجه باشین و بسیار دور باشین. امروز دیگر مردم ما نام دیگرش میمونه گویا روزی عید مادران، عید زنا و نمیدونم چی همه ای دروغه، همش دروغه. یگانه این عیدی کافر شدن زنهای مرتده هست. این عیدی کافر شدن روی گردانیدن زنهای هست که حجاب شرعی فرمان الله را قبول نکردن و دموکراتی و آزادی از حجاب خشون اعلان کردند و شرمنده و شرمسار شدن که تو امروز خار از دلیله شده هستن که میبینی شما که به مثل قنفیتی پوست کردگی بری هر کس میتونه نول میزنشون. سببش انا همین هشتم مرد بود. سبب یعنی همین به عزتی زنهایی که امروز به عزت شدگی هستند انا همین هشتم مرد است. تا پیش